به نام خدا. سلام، من مهدی بهمنی ام. اینجا کانال یوتیوب کتاب جیبیه. من تو کانال یوتیوب کتاب جیبی در مورد کتابایی که خوندم و چیزایی که از حرفای نویسنده کتابها به دست آوردم و خودم تجربه کردم یا دیگران تجربه کردن به من گفتن با شما حرف میزنم. تو ویدیو قبلی درباره کتاب ارزشمند اهداف زندگی آقای برایان تریسی با تو صحبت کردم. این که شما هدف دارید تو زندگی یا نه سوال بسیار بسیار مهمیه که ما قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. ادامهش میخوایم بگیم که آیا ما هدفهامون رو مینویسیم یا فقط تو مغز و در سرمون هست. بذارید با یه داستان شروع کنم. یه پسر 12 ساله به مادرش میگه که مامان نگاه کن، این کاغذ مچاله رو تو اتاقم پیدا کردم. پسر شروع میکنه خوندن اون چیزایی که تو اون تیکه کاغذ نوشته. مثلا نوشته که من تو نمایشنامه مدرسه‌مون یه نقشی داشته باشم، یا مثلا نوشته که یه دونه پرنده خونگی داشته باشم، یا بتونم برم کلاس کاراته. پسر برمیگرده میگه که مامان تمام اون چیزایی که من نوشتم اتفاق افتاده و این برای من خیلی عجیب غریبه. من اصلا یادم نبود حتی که این هدفها رو نوشتم، این لیست رو تهیه کردم، این چیزایی که دوست داشتم دلم میخواست رو نوشتم. این کاغذ رو نوشته بودم، انداخته بودم یه گوشه، اما الان دارم نگاه میکنم تمامش اتفاق افتاده. مامان این چجوری امکان داره؟ نویسنده کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد که مادر این پسر هست، یعنی خانم هنریت کلاوسر، در کتاب خودش به ما میگه که ایده اصلی و انگیزه واقعی من برای نوشتن این کتاب از همینجا در خونه با حرف پسرم شروع شد. دیدم پسرم به همه اون چیزهایی که میخواسته رسیده. چرا؟ چون نوشته، چون قلبش رو کاغذ آورده، که اتفاقا اسم این کتاب قلبت رو روی کاغذ بیاور یکی از کتابهای دیگه ایشون هست. بعد میگه دقت کردم تو زندگی خودم هم همین اتفاقا افتاده. میگه یادمه که نوشته بودم برای خودم که چند تا اتفاق خوب برام امیدوارم بیفته. مثلا نوشته بودم که انقدر کتابام پرفروش بشه که مردم صف وایستن من پشت اون کتاب‌ها رو که نوشته من است براشون امضا بکنم. میگه اتفاقا وقتی اینو نوشتم بعداً دیدم تو نیویورک چند سال بعد این اتفاق افتاد. یا مثلا برای خودم نوشته بودم که شبکه خیلی پربیننده‌ای از من دعوت کنه برای مصاحبه و همین اتفاق افتاد. و البته وقتی من این هدف‌ها رو می‌نوشتم، براش برنامه‌ریزی می‌کردم، روش کار می‌کردم، به این فکر می‌کردم که این قراره کی اتفاق بیفته و می‌افتاد. نویسنده کتاب می‌خواد به ما بگه که مصریان باستان اعتقادشون اون بود فقط و فقط اون چیزی اتفاق می‌افته به وقوع می‌پیونده که شما می‌نویسید. این که تو ذهنتون دارید قدم خیلی بزرگیه، اما این که بنویسید قدم بسیار بسیار حیاتی و مهمیه. پس بنویسید تا اتفاق بیفته. سال 97 اولین بار من کتاب خانم کلاوسر رو خوندم، یعنی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد. همون سال 97 که کتاب ایشون رو خوندم شروع کردم به نوشتن اهدافم و به طور باور نکردنی به بیشتر اهدافم رسیدم و تا الانم دارم ادامه میدم. دقت کردم در اطرافیانم، از دوستان نزدیکم دیدم کسایی به من همین گزارش رو دادن که ما همین کارو کردیم، نوشتیم و تونستیم به بیشترش برسیم. به نظر میرسه داشتن هدف بسیار مهمه و نوشتنش مهمتر. پس انقدر بنویسید تا اتفاق بیفته. حالا از اهدافی که نوشتم و خودم بهش رسیدم تعریف نمی کنم، اما بذارید از تجربه یکی از دوستان نزدیک به خودم براتون بگم. مثلا یکی از هدفهاش این بود که بتونه در یه جای خیلی خوب تو تهران یه منزل خیلی مناسب و خوبی داشته باشه، یه منزل لاکچری، یه منزل مناسب شأن خودش. و میگه من این رو نوشتم چند سال پیش و دائم بهش فکر میکردم، سعی میکردم، تلاش میکردم، برنامه براش میریختم که بتونم به این برسم. وقتی الان دارم با شما صحبت میکنم به من گزارش داد که من به این هدفم رسیدم. یا مثلا در مورد سلامتی و داشتن بدن مناسب و ورزش کردن، باز به من گزارشی که بعضی از دوستانم میدادن این بود که ما وقتی نوشتیم میخوایم به بدن متناسب و ورزشکار برسیم، در نهایت همین اتفاق افتاد. حالا شما تصور کنید یه کسی
اینها رو اصلا تو ذهنش نیاره، یعنی ذهنش پراکنده باشه و اینا رو هم ننویسه. خب مسلم ذهن از تمرکز خارج میشه. ذهن اون موقعی متمرکز میشه که شما مینویسید یه چیزی رو. وقتی مینویسید ذهن متمرکز میشه روی اون چیز. وقتی شما میگید که من یه ماشین با این مشخصات میخوام، یه خونه با این مشخصات میخوام، قطعاً خیلی متفاوته با این که سردرگم باشید. یه مثالی رو آقای فرهنگ میزد، دوست عزیز و استاد بزرگواری که من خیلی ازش یاد گرفتم، امیدوارم هر جا هستن موفق باشن. بذارید براتون اون رو تعریف کنم. مثالی که ایشون میزد این بود که برید شما توی آژانس هواپیمایی و بگید که من یه بلیت میخوام. اون کسی که پشت کانتر نشسته به شما میگه که برای کجا میخوای؟ بگه مهم نیست. چه ساعتی؟ مهم نیست. کدوم کشور؟ مهم نیست. چه هتلی؟ مهم نیست. هر چی از شما سوال میکنه شما بگید مهم نیست. آدم بی هدف حکم آدمیه که اینجوری رفته وارد آژانس هواپیمایی شده. اما وقتی رفتید شما گفتید که من برای ساعت 8 روز 2 فروردین ماه برای کشور آلمان مثلا یه پرواز میخوام، اون وقت دیگه هدف شما مشخصه، معلومه به کجا قراره برید. بنابراین شما بگید هدفتون چیه تا من بگم که دارید به کدوم سمت حرکت میکنید. اصلا هدف من نیست در این ویدیو رویا فروشی بکنم، حرفای صرفا انگیزشی بزنم یا بخوام انرژی مثبت بیش از حد بدم. هدفم اینه که اون چه که خودم تجربه کردم و بهش رسیدم رو با شما به اشتراک بذارم. اگه خواستید خلاصه کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد رو بشنوید، یه سری به پادکست کتاب جیبی ما بزنید. روزگار خوش، خدا نگهدار.